بورس تهران در نخستین روز کاری هفته با فضای متعادل و نسبتاً مثبت همراه شد. شاخص کل در جریان معاملات شنبه بازار سهام با رشد حدود 8% همراه شد که نشان از بهبود شرایط بازار نسبت به هفته گذشته داشت. شاخص کل با رشد 26268 واحدی به پله 3,134,387 واحد ایستاد. شاخص هموزن هم با رشد مثبت 4000 واحدی در سطح 958917 واحد قرار گرفت. پیش بینی میشه در معاملات روز یک شنبه 4 خرداد ماه 1404 معاملات بازار سهام در همون چارچوب متعادل و مثبت دنبال بشه. بازار فعلا در فاز انتظار اما امیدوار به سر میبره و تا زمان مشخص شدن نتایج دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا مسیر مشخصی برای شاخص‌ها ترسیم نمیشه. هر گونه خبر مثبت درباره فضای دیپلماتیک به تقویت طرف تقاضا در بورس منجر خواهد شد.